مطمئنم بعد دیدن این ویدیو برای همسر و پسر چند تا از این شلوارک‌های راحتی میدوزی. مرسی که لایک میکنی. ترکی و روی ترکی تا بزن، یه بارم از طول تا بزن. از بالا برای کمری 4 سانت 4 سانت بیا پایین و یه خط صاف رسم کن. دور باسن به اضافه 10 تقسیم بر 4 رو بیا جلو علامت بزن. از بالا 1/4 دور باسن به اضافه 3 سانت بیا پایین. و برای فاق 1/10 دور باسن به اضافه 2 سانت برو بیرون. حالا فاق رو رسم کن به این شکل. قد شلوارک رو 70 تا 80 سانت بیا پایین و علامت بذار. مقدار دمپا که به دلخواه من 28 گرفتم. میرم جلو یه خط رسم میکنم. از انتهای خط 2 سانت میام پایین و 0 میکنم به پهلو. دمپا رو به فاق رسم میکنم به این شکل. 1/2 این خط رو به دست میارم. 1 سانت میرم داخل و هلال رو به داخل رو رسم میکنم. دور تا دور شلوارک رو به این شکل با زاپاس 1 سانت برش میزنم. 2 سانت زاپاس دوخت دمپا رو به این شکل تا کردم و برش زدم پهلوی شلوار رو. حالا بازش میکنم به این شکل. سمت جلو رو الان باید برش بزنم. 2 سانت از قسمت کمر میام پایین و 0 میکنم به 1/2 کمر. از قسمت فاق 2 سانت داخل میشم و دوباره این قسمت رو طراحی میکنم. حالا برش بزن. پیج منو دنبال کن چون کلی آموزش های رایگان 3 سوته بدون الگو دارم. این آموزش رو بفرست برای همه خانم های با سلیقه. حالا به این شکل بازش کن. دلاش کن. درز 2 سمت پا رو بدوز. درز پا رو دوختم سردوز زدم. یه لنگه شلوار به پشت، یه لنگه به رو داخل هم قرار میدم. دور تا دور فاق ها رو به این شکل سوزن میزنم. دور تا دور فاق رو با زاپاس 1 سانت دوخت بزن. فاق رو دوختم، سردوز زدم، اتوکاری رو انجام دادم. دمپای شلوار رو سردوز زدم. 2 سانت تا میزنم و میدوزم. قسمت کمری رو هم کش میدوزم. کش رو به صورت ضربدری به این شکل بدوز. اندازه های کش رو داخل کپشن گفتم. کش و کمری شلوار رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنم. حالا این خطوط موازنه رو روی هم میذارم و سوزن میزنم. اگه سردوز نداری میتونی کمری شلوار رو نیم سانت به این شکل پارچه رو تا کنی روشو یه دوخت بدی، یا اینکه اگر سردوز داری به این شکل کمری رو با کش رو بکشی و سردوز بزنی. اینجا هم یه جا دکمه زدم برای بند شلوار و حالا به این شکل تا میکنم و یه دوخت نیش میرم. اگر این آموزش رو دوست داشتی لایک کن، سیو کن تا گمش نکنی. یه پایه چرخ هم از بالا بدوز. 2 سانت هم دمپای شلوار رو تا بزن و بدوز. به همین راحتی شلواره که من آماده است برای همه خانم های با سلیقه.